بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قسمت دوم شناخت شخصیت امام بخاری رحمت الله علیه خدمت شما عرض بکنیم که امام بخاری رحمت الله علیه دارای ویژگی های خاص بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اول دارای فضیلت اخلاقی بسیار عالی بود، یعنی کسایی که امرای از اینا در حلقات درس اشتراک کرده بودن و استادای از اینا و همسلفیای ازی و دوستای ازی و شاگردای ازی، یعنی اونا در قسمت اخلاق ازی بسیار توصیف میکنن که واقعا یعنی اخلاق بسیار عالی داشت که اخلاق خود طبعا وقتی که بعضی از علما میگه وقتی که من اما علمای حدیث هم میبینم کسایی که حدیث درس میتن و در حدیث کار میکنن، میگه وقتی چهره های از اینا رو ببینم، اینا تو چهره های میگه زیبا میداشته باشن که وقتی سون چهرهشون سل میکنم فکر میکنم که یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدیم. یعنی قدرت الله کسایی که اخلاص خاص و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه و اخلاص خاصی به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشه و میخواه که خادم قرآن و خادم سنت باشه و خدمتگار دین و عقیده باشه، الله متعال بر یک نورانیت، یک چهره زیبا، یک احمد زیبایی خاص نورانیت میده که خوش انسان می و فکر میکنم یک صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینم. یعنی امام بخاری رحمت الله علیه دارای امت مواصفات عالی و اخلاق عالی بود که سبحان الله واقعا الله متعال او را به خدمت کلام وحی خفی خود اختیار کرده. یعنی ما شما که وحی جلی داریم که قرآن عظیم شان است و وحی خفی که احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امام بخاری رحمت الله علیه بر علاوه اخلاق بسیار عالی، چون یک مسلمان باید در هر بخش باید چی داشته باشه؟ ادخلوا فی السلم کافه. الله متعال حکم میکنه ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. انسان باید وقتی که عقیده خوب داشت، عبادت خوب داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، در نظام سیاسی اسلام، در سیاست اسلام نقش داشته باشه، در اقتصاد اسلامی، در جهاد، در دعوت، در تمام از اینا این انسان باید نقش و سهم خودن داشته باشه و احکامی که در راستا برش متوجه میشه او را بالای خود تطبیق بکنه. امام بخاری رحمت الله علیه با وسایل و آلات جنگی عروس میگه بسیار آشنایی داشت و یک تیرانداز ماهر بود که در وقت ضرورت به جهاد، یعنی امام بخاری رحمت الله علیه کاملا آماده هست که در صف جهاد بره و اشتراک بکنه. دیگه از نگاه تقوا، مثلا امام بخاری رحمت الله علیه مالی که از پدر برش رسیده بود اما مال خود به مزاربت میگذاشت و چی میکرد؟ از اونمو مصرف خود و مصرف خانوادی خود میکرد و خود وقف کرده بود به خدمت به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت الله علیه. حتی از تقواش میگن که خب امام صاحب تجارت هم میکرده و مزاربت هم مال خودم میداده و حتی در تجارتش میگن که یک شب چند تجار میان پیشش و از مال از پیشش میخرن به 5000 و برش وعده میکنن، میگه چند 5000؟ میگه خب صبح میاییم این مال باز ما از پیش پولشان میتیم و میبریم. درست است؟ میگه درست است، 5000 قیمتش است و صبح بیاین این مال بگیرین و ببرین. وقتی پیش ازی که تجارا بیاین، میگه تجارای دیگی میان و اونا برش میگن که همین مالتون ما 10,000 میخریم. امام بخاری رحمت الله علیه تقوا در اینجا معلوم میشه در قسمت مال. بسیاری کسا در عبادت خوب میباشه، خود مسائل مالی باز بسیاری کسا هست که در حق میراث خواهر خود، حق میراث دوستای خود، کسایی که به امرایش مثلا مستحق میراث هستند، او باز تقواش ضعیف میشه و در قرض، در مسائل تجارت، در معاملات داد و گرفت مالی
از این خاطر امام بخاری رحمت الله علیه در این راستا هم آنقدر تقوا داشت که وقتی اشخاص میان سوبکی و میگن ما همین مال را 10,000 میخوایم، باش میگن خیر ما 5,000 برای این مردم گفتیم و وعده کردیم و ما انشاءالله برای زنمون میتم و همون مال به 5,000 به اون دیگران میفروشم و برای اینا به 10,000 به خاطر از که انسان مسلمان خوبی است که به عهد خود و وعده خود وفا بکنه، هم عهدی که با الله داشته و هم عهدی که با مخلوقات الله داشته. ما و شما مثلا عهد داریم با الله که یا الله وقتی میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، با الله عهد داریم، تعهد داریم که یا الله بغیر از ذات تو به کسی دیگه عبادت نمیکنم، یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را اطاعت نمیکنم، یا الله بغیر از طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقی دیگه که ضد ازی هست پیروی نمیکنم. اینا بسیاری دوستا هستن که دمی تعهدات خود بسیار مستحکم هستند، الله را عبادت میکنن و حتی به یک مخلوق انحنا هم نمیکنن و بغیر از شریعت و حکم الله هیچ قانون دیگری را تطبیق نمیکنه و به خاطر تطبیق شریعت الهی از مال و از خون خود تیر میشه و طریقه های زیادی که پیدا شده و می باشه امو طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میگیره و عمل میکنه و این می هست تعهد. و تعهدی که انسان به انسان های دیگه می داشته باشه این هم یک عهد و تعهد است، با ان العهد کان عنه مسئولا، هم از تعهد با الله ما مسئولیت داریم و هم با مخلوقات. امام بخاری رحمت الله علیه در این راستا هم بسیار تقوا می داشته باشه و امو عهد خدا به خاطر 5,000 روپیه از دست نمیدن. علما و کسایی که امرای از اینا هستن و اعضای خانوادهشان و کسایی که امرایشی هستن میگه که امام بخاری رحمت الله علیه در نمازهای تهجد یعنی ثلث قرآن یا سوم حصه قرآن تقریبا وقتی برای تهجد برمیخواست تقریبا 10 سپاره قرآن عظیمشان در ثلث شب تلاوت میکرد. سبحان الله. و هر 3 شب یعنی یک بار قرآن عظیمشان ختم میکردن. سبحان الله. میگه که امیر شهر بخارا یعنی در بخارا امیرش خالد ابن احمد زحلی بود. این گفت که از امام بخاری تقاضا کرد که شما در قصر مبین و امی صحیح بخاری و تاریخ کبیر دو کتابتانه برای اولادای ما در داخل قصر درس بدین. امام بخاری رحمت الله علیه برش گفت که جناب والی با احترامی که ما برای خود دارم علم پشت خانه مردم نمیره، مردم ما باید پشت علم بریم. اگر اولادای خود علاقمند ازی هستن که صحیح بخاری رو یاد بگیرن و کتابای من رو بخوان و علم یاد بگیرن، کوشش بکنیم که اونها را خودشان بیان و در حلقات درسی من امرای دیگر را اشتراک بکنن. یعنی امام بخاری رحمت الله علیه هیچ وقت یعنی عالم خوبی است که اما علم خدا و اسلام و دین خدا و اما ایمانداری خدا و خود چیزه برای حکام یا پشت خانه های مردم و ضعیف نشان نده که یک چند دفعه برای من بته من برم دروازه رو تختق کنم باز نیم ساعت بعد اونا برن و باز به قصد از میشه. سبحان الله. ببینید که این کلش از تقوا میشه. خب امام بخاری رحمت الله علیه استادای بسیار زیاد داشتن و شاگردای زیاد داشتن. یعنی استادای بسیار زیاد و از اونها که تعدادی بود مورخین میگن که امام بخاری رحمت الله علیه علم از 1080 استاد. سبحان الله. از 1080 استاد یعنی به 1080 استاد زانو زده و در مقابل شیشتن و از او علم گرفته، قرآن یاد گرفته، حدیث یاد گرفته، علم حدیث یاد گرفته، علم رجال یاد گرفته و تمام از اینا را با ولایات و منطقهای مختلف و شهرهای مختلف میگشته و 1080 نفر. از این خاطر است که هر قدر انسان از استادهای زیاد تعلیم میگیره، هر عالم خاصیت یک میوی و لذت یک میوی خاصه داره. پیش هر عالمی که انسان میشینه از او مثل که یک میوی جدید، یک بوی جدید و یک لذت جدید، این عالم هم اما تو یک لذت خاص خود داره. برام وقتی انسان پیش استادای نحو میشینه یک مجلس خاص
مزدار می باشه، عالم صرف بعد از اون بلاغت میخونی، بعد از مثلا فقه میخونی، قرآن میخونی، عالمی که مثلا قرآن درس میده، حدیث درس میده، تجوید درس میده، سبحان الله حدیث شرح میکنه، عقیده درس میده. هر کدام از اینا در شخصیت علمی و در تربیه شخصی انسان بسیار تاثیر میکنه. این بسیار تاثیر خود داره و انسان باز عالم پرست یا چیست ضد علما نمیشه، که نه تو عالم پرست میشه که یه عالم هر چی گفت باید قبول بکنم، و نه تو میشه که مثلا عالم ستیز باشه که همیشه علما را رد بکو، برای اینا بدگویی بکو، زشت بکنی، بلکه برای انسان یک وسطیت اختیار میشه. میفهمی که عالم ببینین قدر علما هست و فوق کل ذی علم علیم، این عالم از او که عالم تر است و از او که عالم تر است و از او که عالم تر است، بناهن میفهمی که والله علما هم تفاوت داره و وقتی درسای هر کدام مشنوی و برات امو زکاوت الله سبحانه و تعالی نصیب میکنه، بالاخره باز میفهمی که اینی گپ هایی که عالم میگه با آیات قرآن و با احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مستند است. اینی شخص دیگه که مثلا خود عالم میگه، عالم هست مثلا نحو را میفهمه لکن در عقیده ضعیف است، یا کسی هست مثلا خوب فقیه هست مثلا در فقه و در گپا خوب میفهمه اما در عقیده بسیار چی هست؟ ضعیف است و میفهمی که مثلا عقیده درست چی هست و آیات قرآن چی میگه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن. بنابراین امام بخاری رحمت الله علیه که الله سبحانه و تعالی نعمت نصیبش میکنه، امام بخاری رحمت الله علیه تقریبا از 1080 عالم این درس میگیره که مهمترین از علمای بسیار بزرگ وقت محمد ابن عبدالله انصاری مکی، ابن ابراهیم رحمت الله علیه، علی ابن مدینی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه که ما شما مشناسیم و مسند احمد ابن حنبل که بیشتر از 30,000 حدیث در کتاب ازی هست، اسحاق ابن راهوی یکی از علمای بزرگ است و شاگردی ازی کرده، ابو بکر و عثمان فرزندان ابو شیبه و ابو حاتم رازی رحمت الله علیه و تقریبا بسیار زیاد تصمیم چند نام مشخصشون گرفته شد و شاگردایی که امام صاحب داشتن شاگردای بسیار، یعنی شما سعی کنید شاگردای امام بخاری تربیت کرد که هر کدام از اونها علمای بزرگ عصرشان شدن. مثل کی؟ مثلا یکی از شاگردای امام بخاری امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری هست که صحیح مسلم تالیف کرده، جمع کرده. بنابراین این شاگرد امام بخاری رحمت الله علیه است. سبحان الله. دیگه از شاگرداش امام نسائی رحمت الله علیه است. اگر شما سنن نسائی را خوانده باشید، این هم ابو عبدالرحمن نسائی، این هم چی هستن؟ از شاگردای امام بخاری رحمت الله علیه است. دیگه از شاگرداش امام ترمذی، این هم از شاگردای امام بخاری هست که سنن ترمذی را اینا جمع کردن. یعنی هر شاگرد از امام محمد ابن نصر مروزی، این هم از شاگردش. دیگه امام دارمی که کتاب دارمی را، سنن دارمی احادیث است، این تالیف کرده. امام ابن ماجه که سنن ابن ماجه، یعنی این شاگردای قوی امام بخاری رحمت الله علیه است و در بعضی از روایت ها میگه که یعنی تنها صحیح بخاری را 90,000 کس از امام بخاری رحمت الله علیه در حلقات شنیده و درس گرفته است. یک انسانی که خود بر دین الله و قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و وقف میکنه، الله متعال این امتیازات نصیبش میکنه که الله متعال نصیب همه ما و شما بگردانه که الله ما و شما رو در جمله خادمین کتاب قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده و ما را در جمله عاملین از بگردانه و در جمله کسایی بگردانه که خاص ادب خاصی به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه تالیفات دیگه هم بغیر از صحیح بخاری داشتن. یک کتابشان به نام قضای الصحابه و التابعین و اقاویلهم، دیگه کتابشان التاریخ الکبیر است
دیگه کتابشان در حدیث الادب المفرد است، دیگه حدیث کتابشان به نام اسامی الصحابه هست، کتاب دیگهشان به نام الاشربه هست، کتاب دیگهشان به نام بر الوالدین، یعنی نیکی با پدر و مادر است. دیگه تاریخ الکبیر و تاریخ الاوسط و تاریخ الصغیر، سه کتاب دارن، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر. دیگه کتابشان صحیح البخاری که اصل نامش الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه. این کتابشان است. اصل نامی که امام بخاری رحمت الله علیه برای کتاب خود اختیار کرده الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه هست. لکن چون این نام طویل است باز به نام صحیح البخاری در بین مردم عام شده، لکن نام اصلیش است. دیگه از کتابشان خلق و افعال العباد است و دیگه از کتابهایشان القراءة خلف الامام هست. اینی کتابهای و کتابهای دیگه هم والله اعلم داشته باشد. امام بخاری رحمت الله علیه که امام بودن و فقیه بسیار بزرگ بودن و وارث حقیقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و خدمتگار قرآن عظیم الشان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. در شب عید فطر در سن 62 سالگی در سال 256 هجری قمری در منطقه خرتنگ در بخارا در اینجا وفات میکنن. انا لله و انا الیه راجعون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.